در شهر حصار به خاطر اجرای نقشه پخته چورابینی دایر گردید که در آن پختکاران پیشقدم خواجگی‌های خرد میانه شهر اشتراک و سخنرانی نمودند. قید کرده شد که کشاورزان منطقه اگروصنعتی حصار دستور و هدایت‌های پرزیدنت کشور را در مورد پرورش با صفت میدان پخته و زیاد کردن میدان پرورش آن دستور فعالیت قرار داده. سال جاری میدان کشت پخته را به 1000 گکتار رسانیدند. با مقصد به دست آوردن حاصل بلند امسال کشاورزان منطقه به اگروتکنیکای پرورش پخته اهمیت مخصوص ظاهر نموده. این حال از میدان‌های کشت حاصل دلخواه را جمع‌آوری می‌نمایند. باید قید کرد که تا امروز یکچند خواجگی‌های پختکار شهر حصار نقشه به عهده گرفته‌شان را بر زیاد اجرا نموده حاصل نوکی را از 35 سنتیمتر بلند به دست آوردند. با گذراندن یک چورابینی از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار قدردانی کرده شد. خیلی که امروز ما شاهد بودیم در اساس دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان کشاورزان شهر حصار امروز با سربلندی از اجرای دورنمای استحصال پخته مژده رساندند. گفتم به مورد است که امروز پختکاران شهر حصار به جای 22 سنتری از هر گکتاری پخته زیاده از 25 سنتری حاصل رویانده خدمت عمومی پخته را به زیاده از 2500 رسانیدند. دهقانان خواجگی‌های پختکار شهر حصار در پرورش زراعت‌های گوناگون به خصوص پختکاری تجربه کافی دارند. زحمتکشان خواجگیان نیت دارند سال آینده زمین‌های کشت پخته را یک برابر زیاد نمایند. در اساس دستور هدایت‌های سرور دولت کشاورزان شهر حصار تصمیم گرفتند که در سال 2018 میدان عمومی کشت پخته را به 3000 گکتار رسانیده در تامین نمودن امنیت غذایی مملکت سهم گذاریم و مردم رو با جای کاری دائمی پراسر تامین نماییم و در بلند شدن نیکو احوال خلق سهم مناسب خود را گذاریم. استفاده سبلانک و عاقلانه زمین یکی از عامل‌های برداشت حاصل فراوان و بهتر گردیدن سطح زندگی کشاورزان محسوب می‌یابد. به این خاطر کشاورزان خواجگی‌های پختکار شهر حصار می‌کوشند وابسته به امکانیت از هر یک وجب زمین پرثمر استفاده برده با دست آوردن حاصل فراوانی پخته در پیشرفت اقتصادیات و رشد صنعت سبک مملکت سهمگذار گردند. همینطور بهر روح بلند کردن پختکاران از جانب مقامات محلی به دهقانان تحفه‌های پولی و مالی تقدیم کرده شد.